امی دو دختره که گم شدگی پیدا شدن الحمدلله ساق سلامت بدیم. ای مردمی تاجیک، ای هزار رحمت گپ تو ندارون سلامت باشین. امی دو دختره که گم شدگی پیدا شدن الحمدلله ساق سلامت بدیم. ای دوشنبه پیدا شدن. وقتی که ویدیو کردم در شبکه‌های اجتماعی گذاشتم نوار پرسماتری کلان میگیره زنگ میزنم پدری امی دختره که میگن فرزنداتون در خانه ما. یک مردی میونه سال توجیک، یک مردی گویم کلان سال، یک سن سالش به جای رسیدگی توجیک و پدرش از ناحیه شهرتوز میخزه میبیا همراهی کارمندان مقامات یک جایه فرزنداشون قبول میکنن میبینن همه سازه یک گام گپ خبر نیست. این دخترکا همه شهرتوز تاکسی را میشینن میبینن تا افتاس وокزالی همی تاکسی های شهرتوزه تا همی جا را میبینن در همی جا شب میستن قریب گفتیو گپا شب نیمی شب میشه در همی جا. بعد همی بچه همی مرده که توجیک میبینشون میپرسشون شما کیین چین میگن ما همی خیل شب مانده شدگیم همی خیل میبره در خانه خودش همراه فرزندای خودش میبره جوشون میکنه. خلاصه الحمدلله که پیدا شدگی ساق سلامت هزار رحمت. یک بار دیگه میگم برای دستگیریاتون و برای امو ویدیو را لایک موندن و پدیلیتسا کردن و پنگ کردناتون. بعد کدام نفرایی که از شهر سنت پتربورگ بور روی کردنی تاجیکستان کمازوقتی نرخ بور 1 کیلوگرمش 80 روبل. او رقمای تلفن همو کمازیست در همینجا میمونم اکای سایفلو زنگ زنین همه اکادا مراجعت کنین. ای سنت پتربورگ و اوبلاستای گیرد و بنای شهر سنت پتربورگ تا درین تاجیکستان تمام شهراش قریب میرن تا وانج و دارواز و کلوب و قرغان همه جا را میبرن. زنگ زنین شنیم جا رقماش روزی میبرن. یک برادر تاجیک خدمت در شهر سنت پتربورگ در پلوشت وستانیت یک جای مایده که گرفته دختری دندان ای برادرمون استоматология هوی کرای کدام نفرایی که دنداناتون در میکنه یا که پلمبا چسباندن یا دندان کندنین بچه تاجیک خدمت روین دستگیریش کنه نرخش به حد ارزان ای نسبت دیگر جایی که هست خوش هم ارزان ای هم بچه پروفسیونال مثال امی ساحه اسپیشالیست شده گایده چندین سال شده امی کار فقط میکنن دندان کنی و مثال امی استоматология دا کار میکنن. زنگ زنه رقم تلفنش در اینجا میبرو آدرسش در پلوشت وستانه با خودش پرسون شیم پر را آدرسش رو گفتم میزنه. کدام نفرایی که سفر به خانه الله کردنین حج عمره رفتنین اینجا رقم تلفن قاری میبرو زنگ زنه شرکت حج عمره نرخ نوشون به نهایت ارزانه $1100 شدگی اوزی $1100 $1150 هم خیلی ای نرخشون و گاسینسوشون هم به نهایت گاسینسوی نزدیک که من خودم در همونجا بودم گاسینسوشون به حد نزدیک پیاده حتی رفته میشه و سال نزدیک که 2 مینوت پیاده هم روی میری نه رقمشون در اینجا میبروه. بعد نگفتن همون برادرها در قرطابخانه اسماعیل تاجیک در شهر دوشنبه در گردش 32 میکرایون طرف مایاکوفسکی تا خوردن برای مسجد مایاکوفسکی عکس رفته است. یک پرس آش، یک کلچه نون، یک چاینیک چای همش در یک جایگی 20 سومون. ما از همه جام تا روز جمعه همه عکس ما دوام میکنه. بیاین برادرای عزیز ما شما رو انتظاریم. بیاین اکا جان.